با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. توی ییلاق خطبه‌سرا نزدیک روستای برزبیل ما یک شاخص منحصر به فرد رو داریم که در اصل یک نماد گرگ است به صورت سنگ روی سنگ بالایی دقیقا به شکل کله گرگ بوده. متاسفانه خیلی تخریبش کردن، انفجارهای متعدد زدن، اونم به اشتباه که فکر کردن داخل سنگ چیزی هست. دقیقا این شاخص مسیری هست که منتهی میشه به روستای پایین که در وسط روستا اون تپه‌ای رو که مشاهده میکنید یک معبد خیلی عظیم باستانیه که وسط محل قرار گرفته و توی سه راهی هستش، یعنی دقیقا تو تقاطع سه تا مسیر قرار گرفته. در حاشیه اون معبد اون سازه قبرستون‌های متعددی رو داریم. این شاخص بارگذاریه و خیلی هم منحصر به فرده، ولی خب متاسفانه به اشتباه اومدن سنگ رو کار کردن که هیچ چیزی داخل سنگ نیست. این کلیپ هم گرفتیم بابت آشنایی عزیزان با ساختار این نوع کار که دقیقاً شاخص مسیر بارگذاری به سوی معبد باستانی است.